فرخنده 28 ساله که ملکزاده تخلص می کرد از چندین سال به این سو شب و روزش را در خانه غریبانه در لبجر خیرخانه با مادر، پدر، 3 برادر و 2 خواهرش سپری می کرد. وی دوره ابتدایی را تا صنف 12 در لیسه بی بی ساره که در نزدیکی خانهشان موقعیت دارد به سر رسانید و سپس تحصیلات عالی را در بخش تعلیمات اسلامی در دارالعلوم اسلامی بی بی عایشه صدیقه در سال 2013 میلادی به پایان رسانید. به اساس گفته های خانواده فرخنده و یک دختر خوشبرخورد و دارای اخلاق اسلامی بوده و علاقه زیادی به مسائل دینی داشت و میخواست که برای جامعهش مصدر خدمت گردد. مجیب الله برادر فرخنده در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت: فرخنده یک انسان متدین، بزرگ اندیش و یک انسانی بوده که همیشه میخواسته هر اقدام که شد باید به وجه احسن شد و اینمی باعث شده که اشخاصی که دیدیم منافعشان در خطر است موجباتی را فراهم بکنند که موجب قتل ازیشه. در این حال همسایه های فرخنده نیز در مورد اخلاق و حجاب اسلامی وی چنین نظر دارند. فرخنده شهید بسیار رفتارش با همسایه بسیار نیک بوده. خودش از یک حجاب اسلامی برخوردار بوده که من خودم همیشه میدیدمش. هیچ روز ما تا خودم قادر به این نشدیم که من موی از را ببینم. تا همیشه وقت به حجاب اسلامی میرفت، دیگه به حجاب اسلامی را مراعات میکرد. خودش هم یک دختر دیگه متدین به دین اسلام آراسته بود. فرخنده را باعث خواهر و باعث یک همسایه در بدیوال میشناسیم. کوچه ترمش بسیار یک دختر پاک و با حجاب بودن. بسیار متاثر ساختن. همیشه که از مرگشان خبر شدیم حتی 3 شب 4 شب هیچ خواب نکردیم واسه فامیل ما. خانواده فرخنده افزود که وی الی 3 سال در تلاش کار بود و میخواست به صفت یک معلم در یکی از مکاتب ایفای وظیفه کند. فرخنده همچنان در دارالمعلمین عالی خصوصی اصلاح کورس های زمستانی را فرا گرفته بود و احمدالله مرشد صافی رئیس این دارالمعلمین در مورد رفتار وی چنین گفت: اینمی که شخص خود فرخنده یعنی فقط پشت ازی بوده که چه قسم قرآن را درست‌تر یاد بگیرن و چه قسم توانایی بیشتری داشته باشند که قرآن را به شکل درستی که باید مسلمان ها بخوانند خوانده بتانند و در رابطه با قرآن عظیم شان یعنی خدمات عرضه بکنند. وزارت امور داخله در مورد فرخنده میگوید که وی میخواست در برابر افرادی که از دین استفاده های سو کرده و دین را مبدل بر راه درآمد مالی بسازند مبارزه نماید و دین واقعی را به مردم تبلیغ کند. بر اساس گفته های جنرال زاهر رئیس تحقیقات جنایی این وزارت، فرخنده به روز پنجشنبه 19 مارچ سال 2015 میلادی برای منع برخی از جادوگران و یا تعویض نویسان فریبکار به مسجد شاه دوشمشیره کابل رفته بود. آقای زاهر افزود که این جادوگران برای نجات عوایدشان به فرخنده اتهام بستند که وی قرآن کریم را در این مسجد به آتش کشیده است. در آن زمان برخی از ولگردها که حالت احساساتی داشتند فرخنده را زیر لط و کوب گرفتند. تصاویری که از این رویداد توسط بعضی افراد گرفته شده نشان می‌دهد که پلیس تلاش کرده تا وی را نجات بدهد اما قادر به نجات فرخنده نشدند. بعد از این که فرخنده به گونه وحشتناک به قتل رسید، برخی از افراد انگشت شمار در صفحات اجتماعیشان مانند فیسبوک و توییتر بدون دانستن حقیقت به مرگ فرخنده توهین کردند، اما شماری دیگری در آن زمان این وحشت را تقبیح نمودند. 2 روز بعد از این رویداد وزارت داخلی افغانستان اعلام کرد که فرخنده بیگناه بوده و بررسی هایشان نشان می دهد که هیچ نسخه ای از قرآن کریم سوختانده نشده است. فرخنده که شکار یک توطئه شده بود به روز یکشنبه 22 مارچ سال 2015 میلادی از سوی خانواده و صدها هوادارانش به خاک سپرده شد. بعد از این 3 روز پی در پی فعالان جامعه مدنی، اعضای احزاب سیاسی و مردم عام در ولایات مختلف من جمله کابل دست بر راهپیمایی زدند. در این حال خانواده فرخنده و میلیون ها افغان از حکومت می‌خواهند تا عاملین این رویداد را به جزای اعمالشان برساند.